خیشی سبو، خوراکی چروا، مویه شستشوی آرد و درهای آهنین از جمله محصولات‌هایی هستند که در جمعیت دارای مسئولیت محدود MPMK خوجامستان با صفت بلند استحصال و پیشکش ساکنان کرده می شود. همزمان باشندگان از خدمت‌رسانی‌ها در سمت نقلیات و کمونالی این کارگاه نیز به طور وسیع برآور می‌گردند. در جمعیت دارای محصولاتش محدود MPMK خوجامستان در ناحیه عبدالرحمانی جامع 10 کارخانه خرد و میانه استحصالی و خدمت‌رسانی فعالیت می‌کنند. جمعیت مذکور در زمینه دستور تاکیدهای آبادگرانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2000 بنیاد یافته تا این جانب فعالیت پرثمر دارد. همزمان برای خوبتر و بهتر نمودن اقتدار استحصالی کارگاه مسئولین از تمام امکانات استفاده می‌نمایند. قبلا در اینجا کارخانه‌های خردی کارکردی غله و شالی فعالیت می‌کردند. رهبریت جمعیت مذکور طلبات روزمره ساکنان را به نوبت گرفته کمبینت استحصالش میانه کارکرد غله را برآموند که امروز فعالیت نظررس دارد. حالا باشد ما در داخل یک سیخ نوی که ما می‌خواهیم در آینده تشکیل کنیم این کارخانه‌های استحصال مواد شوینده استحصال شستشوی لباس‌ها کسان هر خیل لباس‌ها اینچنین در آینده خدمت‌رسانی همین لباس‌ها خدمت‌رسانی لباس‌ها می‌شود. درسته کار همین که رفته شده نیت ها بسیاره هر یک 6 ماه هر یک 3 ماه یک کارخانه اضافه شده است. برای خاطر دسترس کردن برای مردم جای کار برای معالی که مردم سرگردان شده و خارج مهاجرتی نروند در اینجا کار یافته بکنند. مورد ذکر است که بنیاد با استفاده دادن کارگاه و کارخانه‌های استحصالی و صنعتی در مملکت اگر از یک جانب با بلند گردیدن حجم استحصالات و غنی گردانیدن اقتصادیات کشور مساعدت نماید، از جانب دیگر با بهترسازی شرایط زندگی مردم نقش مهمی می‌گذارد. در این مجموعه استحصالی سیخ‌های کفشگری، تنورسازی و تعمیر و رنگ‌وباری واسطه‌های نقلیات بروکش نیز فعالیت می‌نماید که برای ساکنان خدمت‌رسانی‌ها در سطح بلند برآمده شده است. طور ذکر شد در جمعیت زیاده از 50 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین کرده شدند. مسئولین هدف گذاشتند که در آینده خدمت‌رسانی شستشوی لباس‌ها را نیز برآمده به ساکنان از همه جهت خدمتی با صفت رسانند.